سلام. خوب هستین؟ خب امیدوارم که تا اینجا ویدیوهای منو دنبال کرده باشین و آگاهیتون نسبت به قبل بیشتر شده باشه در مورد OCD. اگه تا الان کانال منو سابسکرایب نکردین میتونین کانال منو سابسکرایب کنین و اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیوی منو لایک کنین. این زنگوله هم یادتون نره که قسمت‌های بعدی رو از دست ندین که داریم کم کم نزدیک میشیم به قسمت درمان OCD میشه گفت. خب خلاصه حواستون به این زنگوله باشه. خب ما امروز میخوایم در مورد تفاوت OCD با بیماری های دیگه صحبت کنیم. خب اولش رو میخوام با اختلال اضطراب تعمیم یافته یا GAD شروع کنم. خب هر دو نوع اختلال اضطراب فراگیر و وسواس فکری اجباری با نگرانی و اضطراب همراه هستند. اما تفاوت‌هایی هم بین این دو اختلال وجود داره. خب نگرانی بیماران مبتلا به GAD در مورد مسائل زندگی روزمره مثل مشکلات مالی و روابط عاطفیه، در حالی که افکار وسواسی بیماران OCD معمولاً به مسائلی غیر عادی و بی‌معنی مربوط میشه که با زندگی روزمره اونها ارتباط چندانی نداره. مثلا ترس از ابتلا به بیماری ایدز در صورت وارد شدن به بیمارستان. ضمن اینکه محتوای نگرانی ها در GAD ممکنه به دفعات تغییر کنه، در حالی که محتوای ترس های وسواسی غالبا در طی زمان ثابت میمونه. افسردگی، بیماری بعدی که میخوایم صحبت کنیم. هر دو اختلال افسردگی و OCD با افکار منفی مکرر همراه هستند، اما تفاوت‌هایی در نوع و ماهیت این افکار وجود داره. افکار منفی توی افسردگی بدبینانه و کلی هستند. این افکار به خود فرد، دنیا یا آینده مربوط میشن و از آدمای افسرده معمولاً جملاتی مثل هیچکی منو دوست نداره یا من یک شکست خورده هستم میشنویم. محتوای این افکار دائما در حال تغییر هستند. ممکنه فرد توی یک روز افکار منفی مختلفی رو تجربه کنه. همچنین مقاومت کمتری در برابر این افکار وجود داره و فرد به طور کامل تسلیم این افکار میشه و سعی نمیکنه اونا رو از بین ببره و حتی به رفتارهای اجتنابی یا اعمال تشریفاتی هم منجر نمیشه و فرد به خاطر این افکار از انجام فعالیت‌های خاصی خودداری نمی‌کنه یا رفتارهای خاصی رو به طور مکرر انجام نمیده. اما همونطور که میدونیم وسواس‌های فکری شامل افکار، تصورات و تمایلات رفتاری میشن که با ترس از پیامدهای فاجعه آمیز خاصی همراهن و محتوای اونها به ندرت تغییر میکنه. خب بیماری بعدی سندروم تورت یا با عنوان TS میشناسن. هم OCD و هم سندروم تورت گاهی با حرکات بدنی قالبی یا سریع همراه هستند، اما تفاوت‌های مهمی بین این دو نوع حرکت وجود داره. فرد مبتلا به TS کنترلی روی این حرکات نداره و اونا به طور ناگهانی و بدون هیچ هشداری رخ میدن. یا فرد مبتلا به TS قبل از انجام تیک احساس ناخوشایندی مثل تنش یا فشار رو تجربه میکنه که انجام تیک به طور موقت اونا رو تسکین میده. تیک ها برای رهایی از احساس ناخوشایندی که فرد قبل از انجام اونا تجربه میکنه وجود دارن و خاصیت اونها کم کردن یک فشار یا تنش حسیه. نمونه‌هایی از تیک میتونه مثل پلک زدن سریع، بالا انداختن شونه، پریدن، بو کشیدن و فحاشی ناگهانی باشه.
اما در OCD فرد مبتلا برای رهایی از اضطراب و نگرانی ناشی از افکار وسواسی و به صورت ارادی و آگاهانه اعمال اجباری رو انجام میده. خب بیماری دیگه اختلالات توهمی مثل شیزوفرنی. هم OCD و هم اختلالات توهمی شامل افکار و باورهای عجیب و غریب، غیر منطقی و ثابت شده‌ای هستند. اما تفاوت‌های مهمی بین این دو نوع اختلال وجود داره. همونطور که میدونیم در OCD افکار، تصورات و تمایلات رفتاری ناخواسته و آزاردهنده هستند و فرد مبتلا به دلیل این افکار اضطراب و نگرانی زیادی رو تجربه میکنه و برای رهایی از اضطراب و نگرانی ناشی از افکار وسواسی اعمال اجباری رو انجام میده. اما افکار در اختلالات توهمی شامل باورهای نادرست و غیر منطقی هستند که فرد به طور کامل به اونها اعتقاد داره، با اینکه ممکنه با اضطراب و نگرانی همراه باشن، اما این اضطراب و نگرانی به اندازه OCD شدید نیست و به رفتارهای اجباری تشریفاتی منجر نمیشن. خب بیماری بعدی اختلالات تمایلات آنی. رفتارهای تکراری و افراطی در هر دو دسته اختلالات OCD و اختلالات کنترل تمایلات آنی دیده میشن. در OCD این رفتارها برای فرار از اضطراب و ناراحتی انجام میشن، در حالی که در اختلالات کنترل تمایلات برای دستیابی به لذت و خوشی انجام میشن. افراد مبتلا به OCD بعد از انجام رفتارهای تکراری ممکنه احساس گناه، شرمساری یا اضطراب داشته باشند. اما این احساسات در افراد مبتلا به اختلالات کنترل تمایلات آنی به شدت کمتری تجربه میشن. همچنین OCD با افکار وسواسی همراهه، در حالی که در اختلالات کنترل تمایلات افکار وسواسی وجود نداره. بیماری بعدی اختلال شخصیت وسواسی اجباری یا OCPD هست. خب اگرچه OCD و OCPD عنوان شبیه به هم دارن، اما شباهتشون کمتر از تفاوت‌های اونهاست. اختلال OCPD شامل مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی با دامنه‌ای وسیع است، مثل یکدندگی، انعطاف ناپذیری، دقت افراطی و گاهی خشم و تهاجم ناگهانی. افراد دارای اختلال OCPD این ویژگی‌ها رو مفید و با جهانبینی خودشون سازگار می‌بینن. از سوی دیگه علائم بیماری OCD باعث ناراحتی بیمار میشن و اونها رو با جهانبینی خودش ناهماهنگ می‌بینه. به این دلیل بیماران OCD در مقابل علائم بیماری خودشون مقاومت میکنن، در حالی که افراد دارای شخصیت وسواسی در مقابل ویژگی‌های شخصیتی خودشون مقاومت نمیکنن. بیماری دیگه بیماری هایپوکندری یا ترس از بیماری هست. افکار مصرانه درباره بیماری و وارسی مکرر جهت اطمینان پیدا کردن میتونه هم در OCD و هم در هایپوکندری وجود داشته باشه. هایپوکندری گاهی جزء اختلالات طیف OCD حساب میشه. اما در OCD بیماران علاوه بر ترس از بیماری از موضوعات وسواسی دیگه‌ای مثل پرخاشگری و آلودگی شکایت میکنن، در حالی که در هایپوکندری بیماران در مورد احتمال بیماری خودشون نگرانی دارن. اختلال دیگه اختلال نارضایتی از بدن یا BDD هست. خب هم BDD که اون هم گاهی جزء طیف OCD طبقه بندی میشه و هم OCD میتونن شامل افکار مزاحم و ناراحت کننده‌ای درباره ظاهر جسمی بیمار باشن. به علاوه وارسی مکرر ممکنه در هر دو بیماری دیده بشه. در مجموع در حالی که افراد مبتلا به OCD دارای وسواس‌های دیگه‌ای هستند،
علائم BDD به ظاهر جسمی فرد محدود میشه. خب تو قسمت پایانی میخوام در مورد اختلالات همپوش با OCD صحبت کنم. خب OCD میتونه با طیف وسیعی از اختلالات دیگه به ویژه اختلالات افسردگی و اضطرابی همپوشانی داشته باشه. حدود 50% از مبتلایان به OCD در طول زندگی خود دچار افسردگی اساسی یا دیسفوریک میشن. علائم OCD معمولا قبل از علائم افسردگی ظاهر میشن و شدت افکار وسواسی با علائم افسردگی مرتبطه. OCD همچنین با اختلالات اضطرابی مثل GAD، اختلال هراس و فوبیای اجتماعی همپوشانی داره. در موارد نادرتر OCD میتونه با اختلالات خوردن، اختلالات تیک یا سندروم تورت و اختلالات کنترل تکان همپوشانی داشته باشه. خب امیدوارم که تا الان لذت برده باشین از مجموعه OCD ما و از این قسمت. و اگه تا الان کانال منو سابسکرایب نکردین میتونین کانال منو سابسکرایب کنین و اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین. این زنگوله هم یادتون نره که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب دوستان من میخواستم یک منبعی رو معرفی کنم که مطمئناً خیلی کمکتون خواهد کرد که اسم کتاب هست رهایی از اختلال وسواس، برنامه خودیاری برای کنار اومدن با عدم قطعیت که نویسندش جاناتان گریسنه و مترجمان دکتر گیتی شمس و صمد حمیدی از انتشارات ابن سیناست. خب تا قسمت‌های بعدی خدا نگهدارتون.